سلام بیننده های عزیز و علاقمندان برنامه 7 شهر هنر. آرزومندیم از سلامتی و صحتمندی برخوردار بوده و به برنامه دلخواهتان گوش فرا بتین. دوستان گرامی، حرف باز هم از هنر تئاتر است. تئاتر که ریشه های تاریخی داشته و با پیدایش انسان گره میخوره. از تئاتر این هنر بالا سخن میگیم، از هنری که از دیر زمان اذهان جوامع بشری را شستشو نموده و زمینه های تشکیل روح انسان را فراهم ساخته است. و اینک دعوت به عمل آوردیم از هنرپیشه، رژیسور، دایرکتر موفق و سابقه دار عرصه تئاتر کشور، کارمند شایسته فرهنگ و رئیس پوهنځی هنرهای پوهنتون کابل، محترم دکتر فرهان، تا در زمینه های هنر تئاتر، پیشینه تاریخی تئاتر در سرزمین ما و سهم خود محترم فرهان در عرصه تئاتر کشور معلومات بدن. خب محترم دکتر فرهان، از شما ممنون هستیم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و اینک در برنامه ما تشریف آوردین و اولا ما تشریف آوری شما را به برنامه 7 شهر هنر خوش آمدید میگیم. تشکر. خب محترم فرهان، اگرچه با نام شما تمام هنردوستان آشنایی دارند، اما با آن هم از شما تقاضا میکنیم که کم مفصلتر از خود و خانواده خود بر ما صحبت کنین. البته امروز ما صحبت کنین. تشکر شالا جان. من متأهل هستم، یک پسر و 4 دختر دارم. بله. خوشبختانه پسرم هم زندار است که یک نواسه پسری دارم که دختر است و 5 نواسه دختری دارم و آخرین دختر ما که به اصطلاح بگوییم ما تو کردکی پس کرکی است، این 12 سال است که هنوز شوهر نداده میشم و دارای 6 نواسه هستم. شکر در فامیل بسیار خوشبخت هستم و خوش هستم. بله. خب محترم فرهان، اگر شما از تحصیلاتتان چیزی بگویین. خب تحصیلات ما تا صنف نور در لیسه غازی تحصیل کردم و بعد از صنف نو به مکتب عبیبیه رفتم. بله. و شهادتنامه 12 از لیسه عبیبیه گرفتم. بله. بعد از او در فاکولته ادبیات وقت شامل شدم رشته تاریخ و جغرافیا که در 1342 لیسانس خود در رشته تاریخ و جغرافیا گرفتم. بله. و در 1343 از طرف وزارت اطلاعات و کلتور وقت و جمهوری سوسیالیستی چکسلواکیا بر تحصیلات عالی، چون شوق ما در هنر بود و خصوصا تئاتر و اونجا اعزام شدم بر تحصیلات عالی در یونیورسیتی چارلز پراگ. در اونجا دکترای خود گرفتم و به سال 1351 با دکترای خود با وطن عزیز خود پس حوطت کرد. بله. خب شما چه وقت با زیر نظر کی با هنر تئاتر رو آوردین؟ ما خوشبختانه در یک فامیلی که تعصب به هنر نداشتن و اولین کس برادر ما که در زمانش با افتتاح رادیو افغانستان به نام کریم زیارکش میخوان و تشویق اونا و تشویق شوهر همشیره مسرور نجیمی که یک شاعر و ادیب شناخته شده است به تئاتر کشانده شدم. فکر میکنم در سن 14 سالگی یا 13 سالگی بودم که در پوهن داره وقت
که در جوار لیسه استقلال بود، کالی هم لیسه استقلال است که سینما اینور داشته شد کلش. اینجا پوهن ننداری وجود داشت. در اینجا باعث ترانه خان سال بودم در پوهن ننداری وقت شامل شد و آیسته آیسته بعد از ترانه خانی با هنر تمثیل مرا نقشای گوناگون دادن و کار کردم. بالاخره آوازخوانی من هم به جایش ماند که در رادیو افغانستان هم کار بودم میخواندم. چنانچه یک چند آواز من ثبت است تا امروزم در رادیو افغانستان مانده، دیگه‌اش از بین رفته. چون اون زمان و شما بهتر معلوم است که رادیو افغانستان در پل باغ عمومی که امروز افغان اعلانات است او است مثل امروز ولی در این تالار بزرگ ثبت نمیشد. ما خواننده ها که او زمان ساربان بود و هرمان صاحب از دورای ماست، مددی صاحب است، یعقوب آبشار، اندلیب، اکبر محبوب، خوکی ها بودن. زودتر اقدر زیاد نامشان نمیگیرم که زیاد وقت بشن. ما در یک روز 5 پروگرام را زنده تیر میکردیم. مثلا صبح از خانه میخواستیم 6:30 بجه افجا میامدیم، آواز به تو زنده تیر میشد، ثبت نبود که ثبت میکردن و خوبی یا خرابی رو بعد چاش یک پروگرام، دیگر پروگرام، شام دیگر پروگرام، یک پروگرام هم که ارکسترا خدا استاد سربست به آورده که شیف ارکسترا بود، یک پروگرام هم نونیم که تازه 5 پروگرام و تقریبا هفته یک روز ثبت میکردن. باز پارچه های خوبه که چندین پارچه ما ثبت از در زمان حالی خود تمام پارچه ها ثبت شه که از هر خواننده، اما او زمان در یک سال 5 پارچه هم ثبت از کسی نمیشدن، پارچه انتخابی ثبت میشد. بعد از این باز که به هنر تمثیل زیادتر علاقه ما بود و در پوهن ننداری وقت بعد از او در شاری ننداری که با اصطلاح صحنه بلده گفته میشه در اونجا کار میکنیم که استاد بیست منتت مدیر از تئاتر بود و عبدالرشید جلیای مرحوم هم مدیر از تئاتر بود و استاد رفیق صادق هم مدیر از تئاتر بود. استادهای ما گفته میشن سر ما بسیار نمایشنامه را دایرکت کردن و ممنونشان هستم. کمی علاقمندی بود که بعد از این بعد تحصیل از این هنر رفتم و در لشکری ننداری که در کوری تعلق داشت در اونجا هم باز وقت پارچه هایی را اجرا میکردیم و از همین شوق و علاقه بود که بعد از که وقتی که من لیسانس خود گرفتم از فاکولته برآمدم. من وقتی که وزارت اطلاعات و کلتور در 2 جای مرا چانس دادن، در ایتالیا برای موسیقی، اتریش و ایتالیا موسیقی و چکسلواکیه و شوروی برای تئاتر. اما ما تئاتر قبول کردم و برای تابال ادامه داره و با هدایت محترم سید قاسم رشتیا که وزیر اطلاعات و کلتور وقت بود مرا هدایت کردن و راهنمایی کردن که در چکسلواکیه برو تحصیل کنم. رفتم در اونجا دکترای ما بود. خب در رابطه با چگونگی هنر تئاتر او زمان و اینکه کیها چرخ تئاتر آن وقت را میچرخوندن کمی حرف بزنین یا صحبت کنین؟ خب خدا کنه به کسی بر نخورم. در او زمان یک شوق و علاقه بود که هنرپیشه هم در تئاتر داشت، هنر دوستای وجود داشت که حقیقتا هفته در ابتدا مثلا نمی کابل پوهن ننداری و مرستون ننداری کردوش یک هفته یکیش نمایش میداد، یک هفته یکیش در همی جوار مکتب استقلال. بسیار هنرشناسایی بود که من نمایشنامه می آمدن. لطیفی مرحوم بانی تئاتر از این مملکت بود، استاد برشنایی مرحوم، اکبر پامیر، عثمان صدقی، این کسانی بودن که نمایشنامه ها نوشته میکردن. مردم به نمایشنامه یا از یا علاقه داشتن و اینا حقیقت نوشته میکردن که حتی با سانسورهای وقت رو برو میشدن و هنرپیشه های قوی داشتیم که از همون جمله خدا استاد صادق بیامرزه جهان ودا گفتن یا استاد بینا جهان ودا گفتن و استاد جلیا جهان ودا گفتن یا برشنایی مرحوم، لطیفی مرحوم و خدا استاد بیسه زنده نگاه داشته باشن. و تئاتر بسیار قوی بود، نمایشنامه های قوی بود با وقت زمان خود و هنر دوستان داشتیم، هنرپیشه های خوبم داشتیم. متاسفانه اگر
او را با حادی مقایسه کنیم فکر میکنیم که هیچ تئاتر نداره. بله هیچ تئاتر نداره. گرچه خود ما رئیس پانزه اون راستم رشته ما تئاتر است و ما سالانه تربیه میکنم، اما بازم گفتم اگر مقایسه کنیم اینا مبالغه میکنیم که هیچ چیز نداریم در مقابل او زمانی که ما تئاتر داشتیم و ما علاقمندان تئاتر داشتیم. حال تئاتر ما را خب اونجا تازه گفتن نمیتونم و برای که خب همین ما مردم هستیم که میریم میبینیم و یا نمیبینیم. ولی خب محترم فرهان، باز هم میایم در این بخش سر هنر آوازخوانی شما. گرچه شما در آغاز هم در این مورد حرف زدین، اما چون اینجا یک سوال است من باید با شما مطرح بسازم که شما در آرشیف رادیو آهنگ‌های دارین، یعنی از شما آهنگ‌های در آرشیف رادیو موجود است. لطفاً بگوین که هنر آوازخوانی را اول آغاز کردین یا هنر تئاتر؟ اول هنر آوازخوانی ما براتون گفتم که وقتی که ما در پوان داره وقت شامل شدم خردسال بچه بودم یا برای ما پینی و آوازخوانی شروع کردم و آیسته آیسته باز به هنر تمثیل که در پوان ننداره و در شادی ننداره حتی باز در مکتب حبیبیه هم نمایشنامه هایی را ما خودم منیت گرچه معسل بودم و چیز بودم، همه او زمان شوق علاقه بود. شالا جان که در تمام مکاتب هر هفته کنسرت ها بود، نمایشنامه ها بود، از اونجا بود که استعدادا تبارز کرد و بیامد در هنر تمثیل یا در دیگه شاید استعدادای باشند. با اندازه ما براتون میگم شالا جان که قدر در مکاتب در پانتون استعداد است که امیال هنر پیشی 20 ساله مورد مقابل یک استعداد که اولین بار برای به استیج مقایسه آدم نمیتونه. خب امیدوار هستیم که روز برسه که استعدادهای بسیار خوب هم در ساحه هنر موسیقی داشته باشیم، هم در تئاتر. کدام آهنگ از شما در آرشیف رادیو موجود است؟ آهنگ چند آهنگ موجود است. معروف ترین شمیست که کمپوز از استاد است، یادی آن شب که صبا در رای ما گل میره. شما اجازه میتین که آهنگ ما میلازه برای البته یک بخش از این آهنگ برای بینندگان عزیز برنامه هفت شهر با اختیار شماست. یادی آن شب که صبا در رای ما گل میره، یادی آن شب که صبا در رای ما گل میره، بسر ما به در و بام و هوا گل میره، بسر ما به در و بام و هوا گل میره. یادی آن شب که صبا در رای ما گل میره، یادی آن شب که صبا در رای ما گل میره، بسر ما به در و بام و هوا گل میره، بسر ما به در و بام و هوا گل میره. خاطرات از آن شب همه دادم تو، خاطرات از آن شب همه دادم تو، گل جدا شاخ جدا باد جدا گل میره، گل جدا شاخ جدا باد جدا گل میره، بسر ما در و بام و هوا گل میره، بسر ما به در و بام و هوا گل میره. یادی آن شب که صبا در رای ما گل میره، یادی آن شب که صبا در رای ما گل میره، بسر ما به در و بام و هوا گل میره، بسر ما به در و بام و هوا گل میره. نظرم خم شد لعل تو نوازش میداد،
نظرم خم شده لعل تو نوازش میداد که درگویی بلب آب وفا گل میره که درگویی بلب آب وفا گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره یاد آن شب که صبا در رای ما گل میره یاد آن شب که صبا در رای ما گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره شاخ گل تو بر بدامان منت بود شاخ گل تو بر رخ چون گل عطایت صبا گل میره بر رخ چون گل عطایت صبا گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره یاد آن شب که صبا در رای ما گل میره یاد آن شب که صبا در رای ما گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره بطر ما در و بام و هوا گل میره ما در و بام و هوا گل. خب محترم فرهان، شما چرا هنر آوازخوانی را ادامه ندادین؟ آیا مشکل بود یا چطور؟ شالا جان، هر چیز به مشق و تمرین نیاز داره، خصوصا مسائل هنری، هر رشته هنری که باشه. چون زمانی که من بعد از که برای تحصیل رفتم در رشته تئاتر، فرصت از این نیافتم که من دیگه آوازخوانی را ادامه بدم. از این لحاظ و برای که برای تحصیل رفته بودم که باید در اون رشته من یک دیپلمی می آوردم، مجبور شدم که من زیادتر ادامه بدم برای رشته تئاتر و وقت زیاد خود و با مطالعه کتب و تئاتر صرف کنم و وقت زیاد نداشتم که من به هنر آوازخوانی توجه کنم. چیز از اون از وقتی که مشق تمرین نبود، آهسته آهسته دیدم که پیروز ایری را مس میکنم و آوازم از بین رفت. نیاوستان هنوزم جواب. خب محترم فرهان، باز هم از تئاتر میگیم و میایم سر هنر تئاتر. اولین نقش عمده را در کدام تئاتر، در کدام سال و زیر نظر کی اجرا کردین؟ خب من براتون شالا جان گفتم که بعد از ترانه‌خوانی آهسته آهسته در نقشه‌های مثلا اولین نمایشنامه زنی که مرد میشد در او برآمدم و گشتم و چی خب گفتم یا تقریبا 100 یا 150 یا 200 نمایشنامه. اما بزرگترین نقشی که داشتم گفتم در شام زندگی اثر مرحوم لطیفی در افتتاح کابل ننداره در سال 1341 که کابل ننداره افتتاح شد و رژیسور از یام شمسی قیاموف رژیسور تاجیکی بود و دایرکتور موزیکش هم اسمات بابکیاروف بود و با 22 ارکستر که خدا استاد سرمست هم بیامرزه اینا بودن. اولین نقش ایروی دراما که هیروین دراما عبیب عسکر بود و من نقش ایروی دراما بازی میکنیم که استاد بیسدم ایرو در همون درام بود و استاد رفیق صادق هم بود و این اولین نقش بزرگ کلانی بود که من کار کردم. بعد از او باز من به خارج رفتم برای تحصیل. بعد از که آمدم مدت باعث رژیسور و مترجم و باز یگان پارچه‌های تمثیلی نوشته میکردم. خب بعد از با چند نمایشنامه را که در تک و تکمار یک متخصص به اصطلاح امو مسلک
یا بگویم در طبابت اعصاب بود کار میکردم و در شب و شلاق برآمدم از دکتر اسدالله حبیب، در خشم خلق از دکتر اسدالله حبیب، در مرض سفید که خودم مترجم از او بودم و کارگردان از او بیزاد استاد بیزاد بود که از نوشته کارل چاپیک بود، ترجمه از ما بود. در او چندین نمایشنامه را بعد از او در میان گذاشتیم. بله اولین نقش مهم عمده امی در شام زندگی بود که نقش راتب ایروی دراما بازی میکردیم. بله. خب شما خودتانم پیشترم گفتین که در گذشته ها علاقه‌مندای هنر تئاتر زیاد بود. تو گاهی باید دارین که کدام نمایشنامه تان به اثر اصرار زیاد تماشاچی‌ها و فامیل ها تکرارا به نمایش گذاشته شده بوده باشه؟ بله، نمایشنامه که ترجمه خودم هم از دایرکت خودم هم از زنان عصبی که ثبت هم است در تلویزیون. او آدم متاسفانه نمایشنامه که اولین بار چی شد که اولین بار در تاریخ تئاتر افغانستان میگم که برای 3 ماه هیچ نمایشنامه تکتش ریزرو نمیشد. او عبارت از کور خود بینای مردم بود که نوشته ما و محترم میدید و آگوی بود که دایرکتش ما کرده بودم که تا 3 ماه ریزرو می بود. تکت تئاتر با 3 ماه کسی گرفته نمیتونست. و این بود که دیگه حماسه مادر از کامل ثبت است در تلویزیون که استاد بیسد و حبیب اسکر کار کرده، دراماتیزه از ماست و دایرکت از ماست. دیگه نمایشنامه های زیاد است خود چند تایش که در اینجا ثبت است و زنان عصبی خصوصا تابال چند بار بخیلیم به مرز نمایش از طریق تلویزیون برای تماشاچی بینندای عزیز گذاشته شده و حماسه مادر هم 1 بار یا 2 بار گذاشته شده و در مسکو میره نمایش دادیم. بله. خب کدام اثر شما در خارج از کشور زیاد مورد توجه قرار گرفته؟ مرض سفید که وقت زمانی که من 5 سال پیش در چکسلواکیا دعوت بودم از طرف جمهوری فدرال براتیسلاوا و پراگ در اونجا رفتم که شاگردای من اخبارایی را کشیدن که در اونجا راجع به مرض سفید کارل چاپیک چون نویسندش چکی بود و هی نوشته شده بود و دیگه اماسه مادر گورکی که در مسکو هم نمایش دادیم از خودشان بود. بله. خب حالا هم باز هم به سالهای گذشته برمیگردیم و شما در مورد آموزش تئاتر در آن وقت ها اگر کم معلومات بدیم؟ ما شالا جان آموزش تئاتر گرچه خودم زمانی بود که خودم باعث هنرپیشی بسیار کوچک و مبتدی در تئاتر کار میکنم، اما چون علاقه زیاد داشتم در مکاتب همیشه نمایشنامه رو کار کردیم و شاگردایی داشتم. خب بعد از اینکه از مکتب برآمدیم و خصوصا بعد از اینکه از خارج آمدیم هنوز اینجا کورسایی نبود و ما در پیشتر گفتم که در مؤسسه نسوان لیسه سوریا اینجا ما هنرپیشه های دختر بچه تربیت کردیم. از بچه ها در لیسه استقلال که هم امروز بر دکترای خود در مسکو کار میکنن و حفیظ الله ندا که یکی از شاگردان پسند داشته باز تئاتر رفتن و ماستری آوردن و تا اندازه شاگردای دارم 14 پاس در افغان ننداری تربیت کردیم که امروز اکثرشان ویس ماستر هستن. فعلا هم خود مامر دیپارتمنت تئاتر و موسیقی 15 هنر هستم، برعلاوه که رئیس از 15 هستم. سالانه یک تعداد شاگرد ما با اصطلاح به خدمت هنر عرضه میکنیم و تقدیم میکنیم که متاسفانه باز جایا از اینکه او اکادمیک میباشن و در مقابل شاماتور قرار میگیره وارو نمیپذیرن، در حالی که ما شما هم شاید باشین و اسناد موثق داریم که تقریبا اگر به طول بگوییم یک نیم سیر خواهد شد از بدون شفایی رادیو و تلویزیون یا از اخبار حقیقت انقلاب ثور وقت و ایواد، انیس، نیو کابل تایمز، مجله ها که 15 اونها بهترین نمایشات را در عرصه تئاتر در طول تاریخ تئاتر این مملکت عرضه کرد. مثلا تراژدی یک خوشبینانه
که اعضای کابینه، دیپلمات ها تمام کس از او دیدن کردن و استقبال کردن. سلام و خداحافظ. رستم و سهراب، مرض سفید، بستر پتلن با کابل ننداریم. این نمایشاتی بود که یاره 15 هنرها تقدیم کرد و هنردوستان و مورد استقبال تمام هنردوستان قرار گرفت و تمام جراید سر از او تبصره کرد که تمامش داریم. و یکی یگان مره بدبینانه باز کسای قضاوت میکنن و چیز میکنن، ایره چون در مقابل از این هنرمندان اکادمیک توانایی خود نمیبینید یک قضاوت به جای میکنن. خوب، از شاگردای او دوره یا استعدادهای او دوره کدام ها بیشتر تبارز کردن؟ خواجه شیرازالدین که امروز استاد است با پانزه خود را، استاد غفور کاووس که استاد است، آمد شاه سالک که مدت 4 سال تئاتر گل سرخ اتحادیه جوانان به وجود آورد که امروز هم استاد است، و فرید فیض که هم در فیلم ها کار میکنه. خلاصه براتون میگم مشفق و همیان هم شاهد از همیستیم که ممنون مقصودی صنفی دوی فاکولته باست، همیان هم سریال دکنیزوی کار کرد، موفق است. و برادر مشفق سمد مشفق کامل در پروگرام اطفال کار میکنه. خود شاگردان زیاد داره این منظور، اگر ما یک بر شما برای بسیار زیاد میشه و کلشان چهرهای درخشان است که این کسایی را گفتم که بشناسن. بله. خب دکتر سلفرهان، امروز با وجودی که تلاش های فراوان به خاطر احیا و رشد هنر تئاتر به خرج داده میشه، اما با آن هم روند تئاتر در کشور ما بدی است. شما وضع تئاتر امروز در کشور ما چگونه ارزیابی میکنید؟ ما خود شالا جان خدا کنه به سر کسی بد نخوره و اگر گپی هم میزنیم از دلسوزی شاید باشه، نزدیک خدا نکنه انتقاد داریم. چرا هر کس که به مسلک خود گپ میزنه اگر از روی غرض نمی باشه و از روی دلسوزی است. برای اینکه مسلک من تئاتر است، متاسفانه امروز تمام هنرپیشه های لایق و توانای ما گرچه بسیار انگشت شمار هستند، خداوند بازشان رویشان شاد داشته باشه، بازشان به کشورهای خارج رفتن، بازشان هم کسان از تئاتر در سر هستند به اثر بی‌توجهی به رادیو تلویزیون پناه آوردن. و یک گده کسانی هستند در تئاتر مسلکی که بسیار مبتدی هستند و 1-2-3 نفر در قادشان انگشت شمار از هنرمندان و هنرپیشه‌های معروف ما هستند. شما به خاطر رشد استعدادهای تئاتری کدام راههایی را سراغ دارین؟ شالا جان سوال خوبی است، اما اگر گپ میگن ملای آذان غریب قبول شد. ما امروز گفتم که از 15 هنرها ما این پرودکشن یا تولیدی که داریم در موسیقی و یا تئاتر یا سینما برای می وزارت اطلاعات و کلتور است. برای می مؤسسات هنری و فرهنگی و کلتوری خود کشور ماست. برای دیگر جای نیست. برای خارج ما به اصطلاح یا را تقدیم نمی کنیم. در صورتی که اگر رقابت سالم باشه و یا را وزارت اطلاعات و کلتور ما بپذیره و یا را صلاحیت بده و دست کسانی که آماتور است و بیدانش از در این مسلک و یک درک دستشان کوتاه بسازه که اینا جان بگیرن و بفهم که ما هستیم. اما اینا شما فکر کنین که اینا به زیر دست کسانی میرن که اونا صاحب هر ساعت یاره توهین میکنه، تحقیر میکنه و اینا طاقت نمیتونن فلحاظ مسلک اعلام میتونن میرن حتی دکانداری میکنن. امروز به بسیار هنرپیشه‌ای که ما با استعداد از 15 هنرها کشتیم که پیشتر چند نمایشنامه را گفتم که در یا کار کردن و استقبال شده، امروز کلش دکانداری میکنه. برای اینکه در کابل داریم توهین تحقیر شدن، در رادیو افغانستان توهین تحقیر شدن، اینجا بالاخره اعلام دادن مسلک گفتن گمش که این مسلک است که راستی دلقک بازی است. خب دکتر سلفرهان، از نظر شما تدبیر فستیوال های تئاتری تا چه حد سهم موثر در رشد و انکشاف تئاتر افغانی داره؟ مثلا تئاترهایی که در 2 سال اخیر برآورد دیده نتایج کاملا مثبت داشته، حرفای شما در این زمینه چطور است؟ چی است؟ شالا جان، ما این فستیوال ها را بگویم یا کنکورها را بسیار موثر میدارم، اما با شرطی که رقابت های سالم باشه، غرض آلود نباشه و یا توصیه نشه از جای کینی نمایشنامه ولی هر
چیز است جایزه اول داده شده و این که از فلانی جای است که بشونی از این مؤسسه برمیخوره بشونی از این جای بشونی فلانی نویسندهش بشونی فلانیش و این برخلافش هستن. چنانچه همین اختلافی ها را به خودم اعتراف میکنم کرده میاسرم کردن اما این بسیار مفید است فستیوال و کنکور در صورتی که رقابت های سالم در به وجود بیاید. در اون صورت ما میتونیم درامانویسی یک زمان پیدا کنیم که فعلا نداریم. خوشبختانه بگوییم یا بدبختانه بگوییم تاول نداریم. و اگر کسی بگه که ما درامانویس، خب هر کس که نوشته کرده هر کس که چیز کرده این کار کرده یک چیزی بده که دروازه تئاتر نخواست قائم باشه اما این که اگر به این فن او بنازه که من دراماتیست هستم بسیار کار دشوار است. یک مثال کوچک بتیم اگر ما نفوس جهان با 6 میلیارد بگیریم در 6 میلیارد 1 میلیونش نویسنده بگیریم از این 1 میلیون نویسنده چند هزار دراماتیست ما داریم؟ نداریم. برای از اینکه تا حال جای به 2500 سال جای نه سوفوکل نه اوروپیده نه آراستوفان نه آشیل پر کردیم نداریم یا 400 سال بشه از مونیر و شکسپیر نداریم و لحاظا این فن بسیار فن مشکل است مختص به ذات خود است و هر کس دراماتیست شده نمیتونه. به طور مثال بگویم محترم رونق صاحب یادش بخیر کسی بودن که انقلاب تئاتری را در افغانستان آوردن و تئاتر را دگرگون ساختن به شکل نو آوردن اما هر زمانی که میگفتیم چیز نوشته کن میگفت فی صلاحیت من ندارم غیر از اینکه از مولیا رو ترجمه میکرد اما میگفت صلاحیت نوشتن ندارم. آرخ صاحب هر کس ما هم نوشته میکنم و هم نوشته میکنه هر چیزی که بود و یک آیت هم چیز میکنه و نوشته میکنه و خلاص به این شکل. فلحاظا ما اینی چیز است که نداریم. خدا کنه که روزی اینمی کنکور و فستیوال ها رقابت سالم بار بیاره کم دراماتیست پیدا کنیم هم هنرپیشه خوبی پیدا کنیم هم دایرکتر خوبی پیدا کنیم. من فکر میکنم که ایجاد یک مرکز واحد تئاتری شاید زمینه های بهتر شدن تئاتر ما را فراهم بسازه. این درست شالا جان را همیشه خودم هم نظر داریم. خب اگر رقابت های سالم باشه من فکر میکنم از مرکز واحد تئاتری گر چیز خود ما همیشه گفتیم هر موسیقی اگر داشته باشه که رقابت های سالم باشه این زیادتر به رقابت این زیادتر خوبتر میکشانه هنرپیشه دایرکتر درامانویس میکیاژر دیگه. اما یک جایی بدبختی است که همیشه ما که بر تحصیل دوام میکنیم تمام کسانی که میرن میگن من رشته کارگردانی میخوانم بس یا فلان. تو فکر نمیکنین که در هنر سینما و هنر تئاتر کلکتیو است. یک فیلم بردار خوب یک کارگردان ضعیف سینما رو به اوجش میرسونه یک فیلم بردار خراب یک کارگردان بزرگ سینما رو به زمین میزنه. همه تا در تئاتر همچنان است. مثلا یک مکیاژر خوب راست میگم در ساوند هم کار داریم در لایت هم کار داریم در دیکور هم کار داریم سینوگراف هم کار داریم. متاسفانه که از این چیزا نیست وزال خبره یا متخصصی از این فن هیچ وقت هم مؤسساتی که کسی را در خارج جوان میکنه از اون نظر نمیگیرن. اون هم که فرمه خود خانپوری کت کارگردان فیلم بردار بس همون روان بشه و از متخصصین پرسان نمیشه که چیز شهر شما ضرورت دارین چقدر نفر باید رو کنید. خب محترم فرهان حال کمه اگر از مصروفیت های رسمی خود در ما صحبت کنیم که حالا در کجا چی مصروفیت داریم؟ شالا جان اول خب رئیس پانزه هنر هستم که مسئولیت عمده را به دوش دارم که یگانه قانون هنری مملکت و اکادمیک پانزه هنر هست که 5 رشته داره. رشته مجسمه سازی نقاشی گرافیک تئاتر که تئاتر هم در بخش کارگردانی و هنرپیشگی و درامانویسی است و دیپارتمنت موسیقی است که هم 2 بخش است شرقی و غربی است و عامل دیپارتمنت تئاتر و موسیقی هم هستم که اون مسئولیت هم است و عضو هیئت رئیس اتحادیه هنرمندا هم هستم که در اونجا هم مصروفیت دارم. بعض وقت در بعض هیئت‌های جوری در بعض جایا که دعوت میکنن یا بعض کارا او هم
مصروفیت هایم است. بله. خب محترم فرهان، شما که از هنرمندای سابقه دار کشور ما هستین، البته در تئاتر و نام خدا اقدر مصروفیت های رسمی را هم به دوش دارین، آیا گاهی تقدیر شدین کدام مدال یا تقدیرنامه یا گاهی تحسین نامه گرفتین یا نه؟ شالا جان خودنمایی نشه، اول خود کارمند شایسته فرنگ هستم. یک خب نشان میگم یا مدال صلح همبستگی را گرفتیم. دو نشان افتخار گرفتیم. خلقای دوستی گرفتیم. از این نشان ها بسیار زیاد و از جوانان و اتحادیه مسلکی هنرمندان و دیپلم‌های افتخاری، جوایز کلتوری، تقدیرنامه و تحسین نامه از پانتون کابل، نشان از پانتون کابل و بحثر از این چیز است که بسیار فراوان است و فعلا خودم یعنی نظر به 20 سالم که فوق رتبه است، نظر به این گرفتن این نشانه و این تقدیرنامه و این چیزا بوده که فوق رتبه است. خب ما در حالی که می موفقیت های شما را تبریک میگیم، نتایج عملی باز میریم سر پانزه هنرها. بله. که نتایج عملی پانزه هنرها چطور است؟ آیا امکان تبارز استعدادهای هنر تئاتر و گپا از وجود اونها یا نه؟ ما شالا جان یک چیز میگم، امروز که ما شما مصاحبه میکنیم خوشبختانه که سفیر فلسطین با دو هنرمندش که رئیس اتحادیه هنرمندان فلسطین بود و یک کمپوزیتور، اونا با فاکولته ما آمده بودن. وقتی که گالری پانزه هنرها را دیدن و با استادان صحبت کردن، هیچ اعتبار نمیکردن که در یک تعمیر فرسوده و یک کار بزرگ هنری تاول یک شیشه داره، اون امتحانات شروع شده، تعمیر ویرانه دیگه اونا خوش کردن. و یک بار به یک اگزیبیشن ما سفیر لیبیا آمد $500 بخشید هنرمندان. و ما امروز در خط موسسات فرنگی و هنری کشور من نمیبینیم که از 15 هنرها هنرمند در اونجا وجود نداشته باشه. چنانچه همین رو در رادیو و تلویزیون شیر ترابی شاگرد 15 هنراست که در شعبه ارتوگرافیک کار میکنه و بادر که در همین شعبه کار میکنه شاگرد 15 هنراست. موزیم اردو را 15 هنرها ساخته در دوران خدمت عسکری خود در هنرمند. در امور وزارت داخله، در وزارت امنیت دولتی تروپای تشکیل میتن، چی از موزیک، چی از تئاتر و چی از برخ نقاشی دیگه. او تو مؤسسات هنری و کلتوری در کشور ما به خیال ما که وجود نداره که از 15 هنرها فارغ التحصیلش و یا لیسانسش در اونجا نباشه. بله. خب محترم فرهان، ما قلباً از شما ممنون هستیم و از تشریف آوری شما باز هم یک بار دیگر اظهار تشکر میکنیم و برای شما موفقیت و سلامتی همیشگی آرزو میکنیم. تشکر میکنیم شالا جان و از ریاست هنر و ادبیات رادیو تلویزیون هم تشکر میکنم که بازم این لطفا کردن و مرا باعث یک هنرمند سابقه دار خواستن و چند کلمه خواستن که از شک نیست که شما هنرمند سابقه دار هستین. باز هم از شما تشکر. بیننده های عزیز، علاقمندان ارجمند برنامه 7 شهر هنر، ای بود برنامه امشب 7 شهر هنر که ما متيقن هستیم خالی از دلچسبی برای شما نبوده. تا تقدیم برنامه آینده با شما وداع میکنیم. شب خوش و راحت برای همتان تمنا داریم.